دوستان سلام. امشب در خدمتتون هستم با یه داستان زیبا و شنیدنی و جذاب که امیدوارم ازش لذت ببرید. اگر از این قصه خوشتون اومد خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنید، دکمه لایک رو بزنید و نظرات خودتونم برای من بنویسید. خب بریم سراغ قصه امشب. قصه علاءالدین و چراغ جادو. در شهری که بادهای شمالی بوی انار له شده و چوب صندل می آوردند، کوچه ها باریک و پرپیچ بودند و هر غروب سایه ها زودتر از آدم ها به خانه ها برمی گشتند. در گوشه از این شهر پسر جوانی به نام علاءالدین زندگی می کرد. لاغرندام با چشمانی تیره که همیشه به یک نقطه دور نگاه می کرد. انگار دنیا را از ورای یک پرده می دید. پدرش چند سالی بود که مرده و مادرش با شستن لباس مردم تکه تکه نان سفرهشان را فراهم می کرد. اما علاءالدین، او با کار بیگانه بود. شهری بود در سرش پر از خیال و خیالی بود در دلش پر از بیقراری. او ساعتها روی پشت بام می نشست، ابرها را نگاه می کرد و خیال می کرد هر ابری راهی است به جهانی دیگر. مردم شهر می گفتند این پسر از جنس ما نیست، دل در آسمان دارد، پا در زمین. راست هم می گفتند. حالا بشنویم از سالها دورتر. در سرزمینی که آفتابش مانند تیغی بر شنها میتابید، ساحری مغربی زندگی میکرد. مردی که علم داشت اما روح نداشت. مردم میگفتند او با سایه خودش حرف میزند و سایه‌اش پاسخ میدهد. سالها دنبال یک چیز بود، چراغی کهن که درونش روحی کهن‌تر زندانی بود. روحی که اگر آزاد میشد به صاحبش قدرتی میداد که ویژه پادشاهان و جنها بود. اما چراغ را هیچ کس نمیتوانست از غارش بیرون بیاورد جز یک نفر، جوانی با ستاره تولد ویژه. پس از سالها محاسبه ساحر فهمید این جوان در شهری دور به دنیا آمده و نامش علاءالدین است. ساحر چمدان جادوییش را بست و به سوی شهر روانه شد. در بازار شهر، جایی که صداها به سقف آویزان بودند، ساحر ناگهان جماعتی را کنار زد و به پسری خیره شد که روی دیوار نشسته بود و با چوب روی خاک نقش اژدهایی می‌کشید. ساحر زیر لب گفت خودش است. نشانه ها درست بود. به سوی او رفت و با صدایی که مثل عطر شیرین و فریبنده بود گفت پسرم، مدت‌ها بود در جستجوی تو بودم. علاءالدین نگاهش کرد، متعجب، بی‌حوصله، کمی بی‌اعتماد. ساحر گفت من برادر پدرت هستم، عموی تو. تازه از سفر برگشتم. علاءالدین خندید. من هیچ وقت عمو نداشتم. ساحر دست روی شانه‌اش گذاشت. خیلی چیزا هست که تو نمیدانی. هیچ کس تا امروز این چنین محکم و شیرین با او حرف نزده بود. علاءالدین برای لحظه‌ای احساس کرد شاید از اینجا به بعد قصه‌اش عوض شود. مادر علاءالدین زن ساده دلی بود و پیوستن خویشاوندی تازه دلش را روشن کرد. ساحر به آنها طلا داد، لباس نو و وعده‌های آینده‌ای بهتر و این گونه اعتمادشان را جلب کرد. چند روز بعد ساحر علاءالدین را با خود به بیابانی برد که شنهایش مثل ارواح سرگردان می‌گریختند. در سکوتی ترسناک ساحر با وردی آرام
سنگی عظیم را کنار زد. زمین زیر پایشان شکافت و دهانه غاری نمایان شد که نور آبی از دلش می‌تراوید. ظاهر گفت: تنها تو می‌توانی داخل شوی. اگر من وارد شوم، غار مرا می‌کشد. این سرنوشت فقط برای تو نوشته شده. علاءالدین لرزید. چرا من؟ ظاهر لبخند زد. چون تو از نسل کسانی هستی که با جادو آشتی دارند. این جمله قلب علاءالدین را تکان داد. نکند واقعا در او چیزی ویژه باشد. ظاهر ادامه داد: درون غار باغی از گوهرهاست. به هیچ چیز دست نزن. فقط چراغی کهنه از تاقچه بردار. و بعد لحنش کمی لرزید. ترس مبهمی در چشمانش بود. گویا خودش نیز از چراغ می‌ترسید. علاءالدین نفس عمیقی کشید و وارد غار شد. غار بزرگ بود. بسیار بزرگتر از چیزی که در بیرون نشان داده بود. دیوارها نفس می‌کشیدند و نور آبی مثل مه از لابلای سنگ‌ها می‌ریخت. بعد از مدتی راه رفتن به باغی رسید که زبانش از وصفش قاصر ماند. درختانی با میوه‌هایی از یاقوت، بوته‌هایی با برگ‌های نقره، شبدرهایی از زمرد و قطرات شبنم از الماس. اما هیچ عطری نداشت. نه بوی خاک، نه بوی برگ، فقط سکوتی سنگین. او می‌دانست اگر کوچکترین سنگی بردارد، شاید غار جانش را بگیرد. پس به خودش قول داد: هیچ چیزی بر نمی‌دارم، فقط چراغ. اتاق چراغ در آخر غار بود. چراغی خاک‌آلود، معمولی، به شدت بی‌ارزش. و همین بی‌ارزشی می‌ترساندش. چیزی که بی‌ارزش باشد اما ساحری بزرگ بخواهدش، حتما رازی دارد. علاءالدین چراغ را برداشت و برگشت. وقتی به دهانه غار رسید، ظاهر فریاد زد: چراغ را بده. علاءالدین گفت: اول مرا بالا بکش. ظاهر دوباره داد زد: چراغ، همین حالا. علاءالدین حس کرد خطر در هوا پیچیده. چراغ را پنهان کرد و گفت: اول مرا بیرون بیاور. چشمان ظاهر پر از خشم شدند. بغضی مبهم در آن پنهان بود. انگار از چیزی می‌ترسید. فریادی زد که دل سنگ را لرزاند و با ورودی کوتاه سنگ غار را بر دهانش کوبید. غار تاریک شد. علاءالدین تنها ماند. در تاریکی که مثل یک موجود زنده نفس می‌کشید. علاءالدین گریست، نه از ترس، بلکه از احساس خیانت. در تاریکی چراغ را در دست چرخاند و گرد و خاکش را گرفت. چراغ گرم شد، بعد داغ، بعد نور از شکافش دمید. زمین زیر پایش لرزید و دود غلیظی مثل ستون آتش بالا رفت. دود آسمان غار را شکافت. از وسط آن دود غولی عظیم و جثه با پوستی از آتش و نور بیرون آمد و صدایش مثل 2 طوفان برخورد کننده بود. ای سرور من بنده چراغم و اینک تو صاحب چراغی. علاءالدین هول کرده بود. دستش می‌لرزید، اما چیزی در عمق دلش باز شد. قدرت، احتمال، سرنوشت. گفت: فقط مرا از اینجا بیرون ببر. غول خم شد.
چنانکه سقف غار بر سرش می‌لغزید و با لمس هوا علاءالدین را بیرون غار گذاشت و این آغاز داستان بزرگی بود. غار پشت سرش بسته شده بود و سکوتی سخت بر بیابان گسترده بود. گویی جهان هنوز نفهمیده بود که چیزی تغییر کرده. چیزی کوچک و لرزان ولی به اندازه سرنوشت. علاءالدین روی شنها نشست. چراغ را در دست داشت و غول کنار او ایستاده بود، مانند کوهی از آتش که نفس می‌کشید. غول گفت: ای صاحب چراغ، اراده کن تا بادت شوم، قدرتت شوم و دست راستت در روزهای تاریکی. علاءالدین نگاهش کرد و آرام گفت: من چیزی نمیخواهم، فقط میخواهم به خانه برگردم. غول خم شد و با حرکتی که هوا را شکافت، لحظه‌ای بعد علاءالدین در کنار دروازه‌های شهر بود، بی آنکه کسی بداند از کجا آمده و با چه رازی برگشته. در خانه کوچکشان مادرش در تاریکی نشسته بود و شمعی نیم سوخته کنارش خاموش می‌شد، مثل قلبش که کم کم از امید تهی شده بود. وقتی در باز شد و پسرش با لباسی خاکی و چشمانی عوض شده وارد شد، مادر فریاد زد و او را در آغوش گرفت. علاءالدین فهمید گاهی تنها یک آغوش می‌تواند آدمی را از هزاران ورود ساحران نجات دهد. مادر گریست: کجا بودی؟ چرا بی خبر؟ چه بر سرت آمد؟ علاءالدین چراغ را نشان داد، اما از غول نگفت. نمیدانست دنیا برای شنیدن چنین رازی آماده است یا نه. فقط گفت: فریب خوردم ولی زنده‌ام و این چراغ شاید امیدی باشد. مادر نگاهی به چراغ انداخت، کثیف، قدیمی، بی‌ارزش، اما هنوز نمیدانست که جهانی پشت این چراغ خوابیده. روز بعد علاءالدین از خواب بیدار شد، در حالی که مادرش دعا می‌خواند و نان خشک دیروز را گرم می‌کرد. سفره‌شان مثل همیشه کوچک بود و دلهایشان مثل همیشه بزرگ. علاءالدین به چراغ نگاه کرد، با انگشتش گل و خاکش را پاک کرد. همه جا دود برخاست. نور غار مانند روز اول بالا رفت و غول ظاهر شد، این بار بزرگتر، با شکوه‌تر و نزدیکتر. مادر از ترس به عقب پرید، اما غول آرام گفت: ای بانوی خانه، من بنده‌ام، دستم گرم. علاءالدین گفت: برای ما غذایی بیار، نه برای فخر، نه برای نمایش، فقط برای امروز. غول دست بر سینه گذاشت و در یک چشم به هم زدن سینی بزرگی از طلا پر از برنج زعفرانی، مرغ بریان، میوه‌های تازه و حلوای داغ روی سفره کوچک افتاد. مادر اشک ریخت، اما نه از ترس، از دیدن چیزی که سالها از آن محروم بود. علاءالدین هم فهمید قدرت واقعی نه در داشتن غول، بلکه در بخشیدن آرامش به عزیزان است. طولی نکشید که همسایه‌ها بوی غذا را حس کردند. کودکان شهر در کوچه ها دویدند، زنها در گوش هم زمزمه کردند: اینها از کجا آوردند؟ مگر فقیر نبودند؟ مگر مادر علاءالدین کارگر نبود؟ حسادت آرام آرام مثل علف هرز روی دیوار شهر بالا رفت، اما کسی حقیقت را نمیدانست و علاءالدین هنوز نمیدانست که قدرت هر اندازه هم پنهان باشد، بالاخره صدای از جهان را خواهد لرزاند. عصر همان روز علاءالدین برای خرید بیرون رفت. در بازار ازدحام بود،
اما ناگهان همه از سر راه کناره رفتند. کاروانی با شکوه از روبرو نزدیک میشد. اسب‌ها سفید، چترها از طلا، خدمتکاران در 2 صف منظم و در میان آنها شاهزاده خانم بدیعالجمال دختر پادشاه شهر. صورتش در پس پرده های ابریشم پنهان بود، اما چشمهایش از میان طول دیده می شدند. 2 ستاره شب زنده دار. درست همان لحظه چشمهای او با چشمهای علاءالدین تلاقی کرد. نه طولانی، نه آشکار، اما کافی برای اینکه جهان علاءالدین 2 نیم شود. نیمی گذشته او و نیمی آیندهش. بادی خنک از میان کاروان گذشت و پرده ابریشم لحظه‌ای کنار رفت و صورت شاهزاده را نشان داد، همچون ماهی که از پشت ابر سرکی می‌کشید. علاءالدین نفسش بند آمد. در همان لحظه فهمید سرنوشتش با یک نگاه تغییر کرده. قولی دارد، قدرت دارد، اما چیزی که در دلش بیدار شده بود نه جادویی بود، نه ثروتی بود، بلکه خواستنی عمیق بود، شبیه آتشی که آرام اما مصر می‌سوزد. و این آغاز داستانی تازه بود، داستانی که او را از کوچه‌های خاکی تا قصرهای بلور و از عشق تا جنگ با ساحر مغربی خواهد برد. شب از پشت دیوارهای شهر بالا آمده بود و چراغ‌ها یکی یکی روشن می شدند، اما در دل علاءالدین نوری دیگر روشن بود، نوری که از هیچ چراغ و هیچ غولی بر نمی‌خاست. وقتی به خانه برگشت، مادرش هنوز مشغول مرتب کردن ظرف‌های طلایی بود، اما نگاه علاءالدین جایی دورتر بود، آنجا که کاروان شاهی عبور کرده بود. مادر گفت: پسرم، چرا رنگت پریده؟ اتفاقی افتاده؟ علاءالدین آه بلندی کشید. مادر، امروز شاهزاده خانم بدیعالجمال را دیدم. مادر لحظه‌ای دست از کار کشید. انگار کلماتی که شنیده بود بارشان از طلا هم سنگین تر بود. بدیعالجمال، دختر پادشاه؟ پسرم، اینها از دنیای دیگری هستند. دیدنشان خوب است، اما نزدیک شدنشان خطرناک. علاءالدین آرام گفت: ولی چشمش حرف میزد مادر. نگاهش با من صحبت کرد. مادر لبخند تلخی زد. نگاه دختر پادشاه با هزاران نفر سخن میگوید، اما فقط یک نفر را به قصر راه میدهند. علاءالدین نشست، چراغ جادو را در دست گرفت و به شعله لرزان شمع زل زد. در دلش صدایی گفت: تو آن یک نفری اگر بخواهی. نصف شب از خواب پرید، نه از کابوس بلکه از رویا. در رویا شاهزاده خانم در باغی میان مه قدم میزد و هر قدمش گلها را بیدار میکرد. او برگشت، لبخند زد و گفت: علاءالدین، چرا دیر آمدی؟ وقتی بیدار شد، قلبش هنوز همان سوال را تکرار میکرد. روز بعد تصمیم گرفت حقیقت را تمام و کمال برای مادرش بگوید. چراغ را آورد و آرام آن را مالید. دود بنفش بالا رفت و غول مانند کوهی از نور در اتاق کوچک قد کشید. مادر علاءالدین از ترس عقب رفت، اما غول دست بر سینه گذاشت. من خادمی تواضع‌گذارم، نه دشمن، نه مصیبت. علاءالدین گفت: این چراغ زندگی ما را عوض می کند مادر، اما من چیزی بزرگتر می خواهم. مادر با نگرانی گفت: بزرگتر؟ از غذا؟ از خانه؟ پسرم، دنیا را با آرزوهای بزرگ از دست می دهند.
علادین به چشمانش نگاه کرد. مادر، من میخواهم به خواستگاری شاهزاده بدیع جمال بروم. مادر دستش را بر دهانش گذاشت و نشست. قلبش تند میزد. سالها بود چنین ترسیده رو زنده نشده بود. پسرم، این دیوانگی است. تو یک پسر فقیر هستی. چطور میخواهی وارد قصر شوی؟ شاه فقط شاهزادگان را راه میدهد. اما علایالدین آرام گفت شاید من هم بتوانم شاهزاده شوم اگر بخواهم، اگر قول بخواهد. قول یک قدم جلو آمد و با صدای آرام گفت اگر آرزویت از قلبت برآید، قدرت من زمین را آسمان را برای تو خم می کند. مادر با شنیدن این جمله کمی لرزید، نه از ترس قول بلکه از ترس تغییر. تغییر همیشه خطرناک است. علایالدین پیش از رفتن به قصر باید چیزی می داشت. شخصیت، ظاهر، وقار. چیزی که مردم باور کنند او از جهان شاهزادگان آمده است. پس گفت ای قول، من لباس می خواهم، اما نه هر لباسی. لباسی که وقتی وارد شهر می شوم آفتاب برای دیده نشدنش پشت ابر پنهان شود. قول لبخند زد و با اشاره دست لباسی ساخت از ابریشم بنفش، نخهای طلا، شنل مشکی با لبه‌های نقره‌ای، کمربندی یاقوت نشان و چکمه‌هایی چون سایه شب. علایالدین هرگز در زندگیش چنین چیزی نپوشیده بود، اما وقتی پوشید احساس کرد جهان کمی احترامش را بیشتر می‌گیرد. مادر آهی کشید. پسرم، فقط از خدا می‌خواهم این راهی که می‌روی به دلشکستگی ختم نشود. علایالدین دستش را بوسید. مادر، این بار خودم سرنوشت خودم را می‌سازم. قول برایش اسب ساخت. اسب سیاهی با 2 خط نور روی یالش که قدم‌هایش زمین را مثل موج آب به لرزه در می‌آورد. بعد کاروانی کوچک ساخت. از خدمتکاران، سواران، پرچمداران، همه از جنس جادو، اما واقعی تر از هر انسان. وقتی علایالدین از خانه بیرون زد، خانه کوچکشان در کوچه خاکی نوری تازه گرفت. اما مردم شهر با دیدن این شکوه ناگهانی شروع به پچ‌پچ کردند. این پسر کیست؟ از کجا آمده؟ مگر دیروز فقیر نبود؟ آیا شاهزاده گمگشته‌ای بازگشته یا جادو؟ کاروان به سمت قصر پادشاه روان شد و علایالدین با هر قدم به رویایی نزدیکتر میشد که شاید تمام زندگیش را زیر و رو کند. کاروان علایالدین وقتی وارد میدان اصلی شد، صدای سم اسب‌ها همچون ضربان طبل‌های جنگ در سنگ‌بش پیچید. آفتاب روی ذره‌های طلایی سوزان می‌رقصید و پرچم‌های بنفش و نقره‌ای در باد می‌پیچیدند. مردم شهر که دیروز او را پسری فقیر می‌دیدند، امروز با دهان باز تماشا می‌کردند. چشمانشان به شکوهی دوخته شده بود که در این شهر کمتر دیده می‌شد. زنها در پشت بام‌ها ایستادند، مردها کنار دکان‌ها جمع شدند و کودکان هیجان زده دویدند دنبال کاروان. همه می‌پرسیدند این شاهزاده تازه از کدام سرزمین آمده؟ اسمش چیست؟ پدرش کیست؟ و به چه کاری آمده؟ اما پاسخی در کار نبود. کاروان به سوی قصر حرکت کرد و دروازه‌های بزرگ آهنی با صدایی سنگین و باشکوه به روی علایالدین گشوده شد. قصر پادشاه پر از تالارهایی بود که در آینه‌های بلندش همه چیز 2 برابر می‌شد. شکوه، نور و حتی ترس.
علاءالدین پا در تالار بزرگ گذاشت، جایی که سقفش از شیشه های آبی بود و نور آسمان در آن موج می‌زد. پادشاه بر تختی مرصع نشسته بود، پیرمردی با چهره استوار و چشمانی که حتی پشت چین‌های صورتش تیزیشان پنهان نمی‌شد. وزیر اعظم در کنار او ایستاده بود، مردی لاغر و موذی با نگاه‌هایی تیز که از همان لحظه ورود علاءالدین نفرتی پنهان در چشمانش تاب خورد. پادشاه با صدای سنگین گفت: ای شاهزاده ناشناس، از چه سرزمینی آمده ای و نامت چیست؟ علاءالدین تعظیم کرد. لباسش چون تارهای نور در هوا رقصید. ای پادشاه جهان، من علاءالدینم، از تبار شاهزادگان شرق. برای عرض احترام و برای خواست بزرگتری به حضورتان آمدم. زمزمه‌ای در تالار پیچید. وزیر چشم‌هایش را تنگ کرد. پادشاه پرسید: و این کاروان؟ چرا چنین شکوهی برای ورود؟ علاءالدین به آرامش گفت: احترام اعلی حضرت و نشان دادن آنچه در توان من است. پادشاه سر تکان داد، اما هنوز نمیدانست این جوان پشت کلماتش چه رازی پنهان کرده. علاءالدین دست بلند کرد و یکی از سوارانش جلو آمد با سینی بزرگی پوشیده از پارچه بنفش. علاءالدین پارچه را کنار زد. سینی پر بود از 40 گوهر به اندازه تخم مرغ، یاقوت‌هایی همچون آتش، زمردهایی سبزتر از باغ‌های بهار و مرواریدهایی که مثل ماه می‌درخشید. پادشاه لحظه‌ای بی حرکت ماند. چنین ثروتی را حتی در خزانه خودش هم کمتر دیده بود. وزیر با حسادت لبش را گزید. پادشاه پرسید: این چیست؟ موضوع از چه قرار است؟ علاءالدین گفت: هدیه کوچک برای آغاز گفتگویی بزرگتر. پادشاه کمی جا خورد. شاهزاده‌ای که این گونه سخاوت دارد، هم قدرت دارد، هم اعتماد به نفس و این ترکیب برای هر پادشاهی هم ترسناک است، هم جذاب. سکوت سنگینی تالار را گرفت. بادهای بیرون از پنجره دست از وزیدن برداشتند. انگار خودشان منتظر جمله بعدی بودند. علاءالدین نفس عمیقی کشید و گفت: ای پادشاه جهان، آمدم تا از شما دست شاهزاده خانم بدیعالجمال را بخواهم. چشم‌های پادشاه گرد شد. وزیر دهانش را باز کرد، چنان که انگار بخواهد اعتراض کند، اما کلماتش در گلو خشک شد. پادشاه آرام پرسید: تو از من چه خواستی؟ علاءالدین با صدایی محکم‌تر تکرار کرد: من شایسته‌ام و عشق مرا تا این قصر کشانده. پادشاه تحمل کرد. قوم و نسب او را نمی‌دانست، اما ثروتش شگفت‌انگیز بود. در چهرهش غرور بود، اما در نگاهش صداقت. با این حال شاهزاده خانم تنها فرزند او بود. برای ازدواج او نیم قاره صف بسته بودند. پس گفت: اگر واقعا لایق هستی باید نشان بدهی. پادشاهان با کلمات قانع نمی شوند، با کارها قانع می شوند. پس رو به وزیر کرد: وزیر اعظم، شرطی بگذار که امتحانش کنیم. وزیر که از همان ابتدا دشمن علاءالدین شده بود با لبخندی خطرناک گفت: ای پادشاه، اگر شاهزاده خانم را می‌خواهد باید ظرف یک شب قصر تازه‌ای برای او بنا کند. قصری بزرگتر از قصر شما، با ستون‌هایی از یاقوت،
پنجره‌هایی از الماس و باغ‌هایی که هر گلشان هر صبح تازه متولد شود. مردم در تالار نفسهایشان را حبس کردند. پادشاه گفت آری، اگر چنین قصری بسازد دخترم از آن او خواهد بود. علاءالدین تعظیم کرد و گفت به وقت طلوع آفتاب منتظر باشید. پادشاه با حیرت نگاهش کرد. انگار باور نمی‌کرد کسی چنین اعتماد به نفسی داشته باشد. اما علاءالدین مطمئن بود، چون پشت سرش غولی ایستاده بود که میتوانست کوه‌ها را جابجا کند. وقتی شب شد علاءالدین به خانه برگشت، در حالی که مردم شهر هنوز درباره خواستگاری جسورانه او زمزمه می‌کردند. مادر مضطرب بود. پسرم چرا چنین کردی؟ ساختن قصری در یک شب این غیر ممکن است. علاءالدین چراغ را در دست گرفت و آرام زمزمه کرد هیچ چیز غیر ممکن نیست وقتی قلب انسان چیزی را انتخاب کرده باشد. و چراغ را مالید. دود بنفش، زمین لرزان و غول از میان تاریکی ظاهر شد. علاءالدین گفت دوست من، وقت آن است. غول سرخم کرد. فرمان بده. علاءالدین گفت برای شاهزاده بدیع الجمال قصری بساز، چنانکه هیچ پادشاهی در جهان مانندش نداشته باشد. غول لبخند زد، لبخند کسی که مشتاق انجام کاری بزرگ باشد، و زمین شروع به پاسخ دادن کرد. شب آنقدر تاریک بود که ستاره ها هم در آسمان مثل کودکی ترسیده در آغوش مادر پنهان شده بودند. اما در دل آن تاریکی چراغ علاءالدین می درخشید. چراغی که قرار بود سرنوشت یک شهر و قلب یک شاهزاده خانم را عوض کند. غول که از دل نور و دود برخاسته بود با صدایی چون غرش آسمان گفت قصر می‌خواهی؟ پس زمین را بیدار کن و آسمان را مأمور ساختن آن کن. علاءالدین گفت قصری با شکوه، اما نه برای فخر، برای عشق. و غول چشمانش را بست، چنانکه روحش با روح زمین آمیخت. در نیمه شب زمین زیر پای شهر لرزید، اما نه از ترس بلکه از شوق. ستونهای نوری از خاک بالا رفتند، نورهایی به رنگ یاقوت سرخ که در دلشان آتش زندگی می درخشید. غول زمزمه کرد ستونها را از قلب زمین آوردم، جایی که سنگ هنوز داغ خلقت است. سپس باد تندی وزید و نورهای سفید چون ریشه های درختان آسمانی در هوا پیچیدند. این نورها تبدیل شدند به شیشه هایی از الماس، پنجره هایی که اگر از پشتشان نگاه می کردی جهان را 1000 برابر زیباتر می دیدی. روی بام قصر گنبدی از نقره ساختند که نور ماه را در خودش می کشید و مثل قلبی روشن روی شهر می درخشید. در باغ زمین شکافته شد و درختانی روییدند که هر گلشان با طلوع هر صبح دوباره متولد می شد. گلهای از جنس نور که بویشان خاطرات را بیدار می کرد. و در مرکز قصر تالاری بزرگ ساخته شد که سقفش آینه‌ای از آب روان بود. آب در هوا آویزان اما هرگز نمی چکید. در سکوت شب قصر آهسته بلند شد، چنانکه انگار از ابتدا در آنجا بوده و فقط منتظر بوده که با عشق بیدارش کند. وقتی سپیده دمید و آفتاب نخستین شعاعش را بر شهر انداخت، مردم با فریاد و حیرت بیدار شدند. قصری جدید ساخته شده بود.
درست روبروی قصر پادشاه، اما زیباتر، روشن‌تر و پر رمزتر. پرچم‌ها در باد می‌رقصیدند، نقره و بنفش مثل دو ابر عاشق. زنان در پشت بام‌ها فریاد می‌زدند: کی این را ساخت؟ چطور؟ چه کسی می‌تواند چنین معجزه‌ای بیافریند؟ پادشاه از پنجره قصرش نگاه کرد و چشمانش حیرت زده ماند. وزیر اما لب‌هایش کبود شد، چنان که حسادت مثل زهری آرام به جانش چنگ زد. در قصر پادشاه شاهزاده خانم بدیعالجمال در خواب بود، اما نور قصر جدید به قدری شدید بود که از پشت پرده ها هم روی گونه هایش نشست. او آرام بیدار شد و برای نخستین بار قصر علاءالدین را دید. چشمهایش گشاد شد، لبش به آهی لرزید. چه کسی این را ساخت؟ دلش ناگهان بیقرار شد. احساسی مبهم، نه ترس، نه کنجکاوی، بلکه چیزی شبیه آوای دور دست پرنده‌ای که نام انسان را می‌خواند، اما معلوم نیست از کجا آمده. در همان لحظه از پشت پنجره علاءالدین که در ایوان قصرش ایستاده بود به او نگاه کرد و برای چند ثانیه چشمهایشان دوباره در هم قفل شدند. اما این بار نه از پشت تور ابریشم، نه گذرا، بلکه روبرو، در روشنایی، در سکوت، در برابر قصرهایی که تمام آینده را بین آنها تقسیم می‌کردند. بدیعالجمال نفسش بند آمد و علاءالدین فهمید تمام این قصر، تمام این جادو، تمام این شکوه برای همین یک لحظه بوده. پادشاه که شگفت زده شده بود فوراً فرستاده‌هایش را به قصر علاءالدین فرستاد. پادشاه تو را به ضیافت امشب دعوت می‌کند تا درباره خواستگاریت گفتگو شود. نامه را که خواند علاءالدین لبخند زد، چون حالا نه فقط پادشاه بلکه شاهزاده خانم نیز او را دیده بود و چشم‌های دختر پادشاه اگر چیزی را بخواهد سرنوشت جهان تغییر می‌کند. هوای قصر در شب پر از بوی گل‌های شب‌بو و بخورهای خوشبو بود. شمع‌ها در سالن بزرگی که برای ضیافت آماده شده بود مثل ستاره‌های کوچک روی زمین می‌درخشیدند. صدای موسیقی آرام و دلنشین از گوشه‌های قصر به گوش می‌رسید، اما هیچ چیز نمی‌توانست هیجان درونی علاءالدین را کم کند. علاءالدین با قدم‌هایی مطمئن وارد شد. لباسی که بر تن داشت از پارچه‌هایی بود که نور شمع را بازتاب می‌داد و تاجی کوچک از طلای سفید روی سرش می‌درخشید. پادشاه با نگاه تیز و کمی محتاط او را تحسین کرد. وزیر اما لبخندی سرد بر لب داشت. او می‌دانست که شاهزاده‌ای ناشناخته می‌تواند آرامش و قدرتش را تهدید کند. شاهزاده بدیعالجمال که در گوشه ایستاده بود با قلبی پرتپش به او نگاه می‌کرد. چشمانش پر از کنجکاوی و شگفتی بود و لبخندی آرام روی لب داشت که تنها برای این لحظه بود. وقتی علاءالدین در برابر شاهزاده ایستاد، سکوتی لحظه‌ای سراسر تالار را فرا گرفت. نه موسیقی، نه صدای گام‌ها، هیچ چیز نمی‌توانست قدرت نگاه آن دو را قطع کند. چشمانشان مثل دو فانوس در شب در هم قفل شدند. بعد بدیعالجمال با تردید گفت: آیا واقعا تو کسی هستی که این قصر جادویی را ساخته؟ علاءالدین لبخند زد: بله، اما قصد تنها شروع است. واقعیت آن چیزی است که در دل ما می درخشد.
سکوتی کوتاه اما پر از احساس بین آنها برقرار شد. هر دو قلبشان از هیجان و امید می‌تپید، اما هنوز کلمات کافی برای بیان عشقشان وجود نداشت. پادشاه با احترام گفت: امشب جشن نه فقط برای تو علاءالدین، بلکه برای همه شهر است. بگذار شکوه و مهارت تو بر همگان آشکار شود. غذاها روی میزها با دقت چیده شده بودند. میوه‌های عجیب و خوش رنگ، نان‌های تازه و شیرینی‌هایی که بوی عشق و جشن را داشتند. رقصندگان و نوازندگان حرکات خود را آغاز کردند، اما چشم‌های همه به سمت علاءالدین و شاهزاده بدیعالجمال بود. پس از پذیرایی، علاءالدین به آرامی شاهزاده را به باغ قصر برد، جایی که ماه از پشت درختان میتابید و نوری نقره‌ای روی گلها میریخت. بدیعالجمال گفت: هیچ چیز مثل این قصر نیست و هیچ کس هم مثل تو نیست. علاءالدین پاسخ داد: هیچ چیز در جهان جز عشقی که در دل ماست نمیتواند چنین معجزه‌ای بسازد. باد شبانه مانند نوازشی آرام موهای شاهزاده را به رقص درآورد. لحظه‌ای که زمان متوقف شد و قلب‌هایشان در سکوت با هم حرف زدند. آن شب نه فقط قصر جادویی ساخته شد، نه فقط چشم‌ها به هم گره خورد، بلکه سرنوشت علاءالدین و بدیعالجمال برای همیشه با هم پیوند خورد. پادشاه که از ابتدا با احتیاط نگاه می‌کرد، حالا با رضایت لبخند زد. او فهمید که این جوان نه فقط شجاع و باهوش، بلکه وفادار و عاشق است. اما وزیر با حسادت تمام به زودی طرحی در ذهن خود ریخت، چون هر عشق بزرگ همواره دشمنان بزرگ نیز دارد. بعد از ضیافت شاه، شهر هنوز در حیرت از شکوه قصر جادویی بود. مردم در کوچه ها و بازارها زمزمه می کردند: چه کسی این معجزه را آفریده؟ چه کسی توانست چنین چیزی را بسازد؟ اما در قلب قصر سکوتی دیگر حکم فرما بود. سکوتی از وزیر اعظم حسود سرچشمه می گرفت. وزیر که همیشه قدرت و کنترل را در دست می خواست، چشمش به علاءالدین و شاهزاده بدیعالجمال بود. او نه فقط به ثروت و محبوبیت جوان حسادت می کرد، بلکه از اینکه کسی توانسته بود دل شاه را به دست آورد باور نمی کرد. در اتاق تاریک خود زیر نور شمع‌های لرزان گفت: این جوان نمی‌داند با چه کسی روبرو شده است. اگر بخواهیم او را از سر راه برداریم، باید زیرک باشیم، نه شتاب زده. او نقشه‌ای کشید، یک توطئه پنهانی برای ربودن چراغ جادویی، چرا که بدون چراغ علاءالدین تنها یک انسان معمولی است. در همان شب علاءالدین هنگام گشت در باغ قصر احساس کرد نسیمی سرد و عجیب در هواست. پرنده ها سکوت کرده بودند و سایه های درختان کمی طولانی تر و خمیده تر به نظر می رسیدند. او به آرامی چراغ جادویی را لمس کرد و قول با صدایی آرام اما هشدار دهنده گفت: چیزی در حال رخ دادن است، اما نه از این دنیا، نزدیکتر به آن. علاءالدین لبخندی زد، اما در دلش فهمید که آرامش تازه‌اش موقتی است. هر عشق بزرگ دشمن بزرگی هم دارد. شاهزاده بدیعالجمال که از احساس خطر و هشدار علاءالدین مطلع شده بود، با او در باغ قدم زد و گفت: چه کسی میتواند جلوی خوشبختی ما را بگیرد؟ علاءالدین پاسخ داد: هر کسی که از حسادت و قدرت سوء استفاده کند. اما ما با هم خواهیم بود و هیچ چیزی، نه ثروت، نه توطئه، نه حتی قدرت جادویی نمیتواند عشق ما را
شکست دهد. بدیعالجمال لبخند زد، اما در چشمهایش هوشیاری نهفته بود. باید مراقب باشی علاءالدین، چرا که دشمنان در تاریکی همیشه کمین کردند. وزیر با گوشه از چشمان تیزش چند مرد نقابدار را به دنبال علاءالدین فرستاد. آنها قرار بود چراغ جادویی را پیدا کرده و از او جدا کنند. او در ذهنش زمزمه کرد اگر چراغ را از او بگیریم همه چیز پایان خواهد یافت. اما علاءالدین که تجربه زیادی از جادو و رازها داشت قبلا نشانه ها را حس کرده بود و غول که همیشه پشت سر اوست آماده بود تا هر تهدیدی را نابود کند. شب در قصر آرام بود، اما سایه توطئه بر روی دیوارها خزیده بود. علاءالدین و بدیعالجمال با عشقی تازه و قوی آماده مقابله با خطرهای آینده شدند. شب تاریک بود و ماه پشت ابر پنهان شده بود. تمام قصر در خواب بود، اما در دل سایه ها نقشه وزیر در جریان بود. مردان نقابدار با گام‌های نرم و نگاه‌های تیز به سوی قصر علاءالدین می آمدند. هدفشان روشن بود، چراغ جادویی را بدزدند و علاءالدین را از قدرت ساعد کنند. علاءالدین در ایوان قصر ایستاده بود. چراغ جادویی را در دست گرفته بود. او با صدایی رعدآسا و آرام هشدار داد: دشمنان در کمینند و اگر چراغ را از تو بگیرند نه تو نه شهر نجات نخواهید یافت. علاءالدین لبخند زد، اما نگاهش جدی و آماده بود. نه من نه بدیعالجمال هرگز اجازه نمی دهیم عشق و عدالت شکست بخورد. مردان نقابدار از دیوارهای باغ بالا رفتند و با دقت به سمت تالار چراغ حرکت کردند، اما هر قدمشان با صدای نرم برگ‌های درختان و باد مثل زنگ خطر برای غول بود. غول ناگهان ظاهر شد، چنان که سایه ها را در هم شکست. با صدایی غرش آمیزش گفت: دست از این کار بردارید یا با آتش جادویی من خواهید سوخت. مردان نقابدار عقب رفتند، اما وزیر از دور با لبخندی سرد نقشه دومش را آماده می کرد. علاءالدین چراغ را محکم گرفت و با صدایی آرام اما قاطع گفت: قدرت حقیقی چراغ نه در جادو بلکه در ایمان و شجاعت است. او دستش را به سوی باغ دراز کرد و در لحظه‌ای نور چراغ جادویی درختان را روشن کرد و سایه دشمنان را شکست. بدیعالجمال که پشتش بود گفت: تو هرگز تنها نیستی، و با هم نیروهای خود را جمع کردند و توطئه وزیر را ناکام گذاشتند. وزیر که شاهد شکست نقشه‌اش بود با خشم فریاد زد: این تازه آغاز است و تو نمیدانی چه خطرهایی هنوز در انتظار توست. اما علاءالدین با لبخندی مطمئن پاسخ داد: هرچه باشد با عشق، شجاعت و دوستی ما شکست ناپذیریم. و بدیعالجمال با نگاهی پر از اعتماد دست علاءالدین را گرفت. قلب‌هایشان با هم تپید و روشنایی چراغ جادو همه تاریکی ها را در هم شکست. شب آرام گرفت، اما شهر هنوز از قدرت چراغ جادویی و قصر جدید در حیرت بود. علاءالدین و بدیعالجمال با عشقی قوی‌تر و هوشیاری بیشتر برای مواجهه با خطرات آینده آماده شدند و سایه وزیر با تمام نقشه‌ها و حسادتش هنوز در گوشه‌ای از قصر کمین کرده بود. وزیر که نقشه‌هایش یکی پس از دیگری شکست خورده بود، دیگر تحمل دیدن خوشبختی علاءالدین را نداشت. او تصمیم گرفت آخرین و خطرناکترین توطئه را اجرا کند. در اتاقی پنهان او چراغی سیاه و قدیمی پیدا کرد که
که میگفتند میتواند قدرت چراغ جادویی علاءالدین را نابود کند. با لبخندی شیطانی گفت این بار هیچ جادویی نمیتواند جلوی مرا بگیرد. او گروهی از موجودات سایه‌وار و جادوگران را فراخواند تا چراغ جادویی را از دست علاءالدین بگیرند. غول که همیشه وفادار بود پیش از حمله وزیر حس خطر کرده بود. این بار دشمن قوی تر است و باید با تمام توان عمل کنیم. علاءالدین چراغ را محکم گرفت و با صدایی آرام اما پرقدرت گفت هیچ تاریکی، هیچ حسادتی نمیتواند عشقی که در دل داریم را نابود کند. بدیعالجمال دستش را گرفت و با شجاعت گفت با هم هر چیزی ممکن است. شب شد و سایه ها همه جا را فرا گرفتند. موجودات تاریک به قصر هجوم آوردند، اما نور چراغ جادویی دیوارها و باغها را روشن کرد و مسیر دشمنان را مسدود کرد. علاءالدین با جادو و زیرکی و بدیعالجمال با شجاعت و ایمان هر تهدید را یکی پس از دیگری شکست دادند. غول نیز در لحظه‌های حساس با قدرتی جادویی خود موجودات تاریک را از قصد دور کرد. در نهایت وزیر شکست خورد و تمام نقشه‌هایش بر آب رفت. او از قصر رانده شد و هرگز نتوانست به قدرت دست یابد. علاءالدین و بدیعالجمال با قلب‌هایی پر از عشق و شجاعت یک بار دیگر به هم رسیدند. شاه لبخندی با افتخار زد و گفت شما نه تنها قصر جادویی را ساختید بلکه نشان دادید که شجاعت و عشق میتواند هر تاریکی را شکست دهد. صبح شد و خورشید با نور طلایی خود قصر و باغ‌های جادویی را روشن کرد. مردم از شهر برای دیدن شاهزاده و جوان شجاع آمده بودند و جشن و شادی سراسر شهر را پر کرده بود. علاءالدین و بدیعالجمال در قلب یکدیگر به آرامش و خوشبختی رسیدند و چراغ جادویی همیشه نماد عشق، شجاعت و پیروزی آنان شد. پایان. دوستان امیدوارم از این قصه لذت برده باشید. به امید دیدار. روز براتون خوش. خدا نگهدار.